سلام و درود به پایان صورت آماد بینندگان همیشگی تلویزیون سفینه. این لحظه و این دقیقه ها برنامه میراث از منظور شما و عین حال ما در ناحیه شهرنو قرار داریم و قهرمان نوبتی ما هستند یک نفر سراینده ممتاز دلشاد گلوف. در برابر آنه که خود در این راه تربیت یافته و راه صنعت را پیش میبرد، باز فرزندانش را نیز در این راه تربیت کرده است. خب اطراف کار و روزگار و فعالیت ایشان برایتان قصه میکنیم. دلشاد گلوف 7 می سال 1973 در دهه سنگلاخ جماعت دهات استقلال ناحیه شهرنو در عائله عبادالله گلوف و سنگینای گلوف به دنیا آمده است. از دوران نورسی میل و رغبت به صنعت موسیقی داشت و بیشتر وقت در کروژک‌های مکتب اشتراک نموده مهارت نوازندگی و سرایندگیش را نشان میداد. جانی بگیر یای من چون نگرد از سریناز خنده بر جانی بی دیگر زدنش را نگرد. اولین بار صحنه دهم یک نمیدونم کدوم چهاربینی بود، مهون می نواختیم این میکروفون گرفته باید سرایندگی میکرد. همه برآمد آدم بسیار دید میکروفون از دستش غلط خم شده میکروفون گرفته. بعد سرود خواندگی هست. من همین لحظه های هم بود. بعد آهسته آهسته مخلص پیدا کرد دیگه. بعد همین سرودخوانی انتخاب کرد. تمام. مادرم بسیار اون کس هم شوق داشتن به سرودخوانی. وقتی که در رادیو برنامه عیسی قوا میخوندن، استاد برنامه عیسی قوا، مادرم برابری همون کس سرود میخوندن. همون سرودی یک سرود بود با نام اوفر عراق بخارا. همون سرود زمزمه میکردن. من هم ذوق کردم چون خرد هم بودم برابر هوای همون سرود میخوندم. بعد بسیار میخواستم که سراینده شدم در آینده و البته در خردی من از موزیکی های شش مقام با خبر نبودم. سرودهای خلقی میخوندیم در محفل های مکتب، در چهاربینی های مکتبی، کروژک های هوسکاری بود، در همونجا سرود میخوندیم و بعدتر کلانتر شدن گرفتیم. بعد باز شوق و رغبت من بعدتر به سرودهای شش مقام بسیارتر شد، باز زیادتر شد. بغیر اونه که من اینا در وقت مکتب خوانیش همچون معلم سرود موسیقی درس گفتم میدونم. ما همدیه هم هستیم، همسایه هم هستیم، از خردیش میدونم. بسیار ذوق بلند داشت از کودکی. از صنف 4 من درس میگفتم. همین صنف می در اومدم بی صبر و بی طاقت همین حال ژورنال پر نکرده، هست و نیست نکرده، الکی معلوم بود پرتقتی همین دستش زده اسباب ضربی دوست می داشت. بعد محفل دعوت کردیم. خب اسباب همین ضربی دایره و طاوله که میدادیم بینواختگی شد. بعد در همین چهاربینیایی که در این مکتب میشد در قوت من همراهی میکرد و اسباب ضربی مینواخت. حتی بعضی معرکه های من قطعی میبردم سرودخوانی میکردیم برآوردیم و الکی سرود هم میخوند. بعد اهمیت دادم استعداد سرودخوانیش هم به حد نقص بود از کودکی. بعد همین خیلی در مکتب بین مکتب ها غنچه های صنعت میشد. دلشاد جان سرودی یکه میدادیم غالب میبرآمد. همین خیلی بعد گفتیم که دلشاد جان تو سرودخوانی محکم قبول کن. هنوز در خاطرم از جوان بود در معرکه ها که میرفتیم البته سرود میخوندن و از شش مقام میسراییدن. خود نیز یک سبکی تاجیکانه سراییدن شش مقام را دارد. لحنی تازه تاجیکی قطعی میسراین. دانششون بلند است، بسیار دانش خوب دارند. خب حالا نیز در یعنی که دانشکده های صنعت، در آموزشگاه های صنعت، در مکتب های صنعت درس میگویند. بعد ختم مکتب یک استاد داشتیم، سید علی ازبکوف، استاد زنده یاد ما. اون کس یک 3 سرودهای شش مقام نیست، سرودهایی که در رویه مقام ایجاد شده بودند به نام
جانانه ای پری و خندیده می آید. همین سه سرود با اسباب ملی، اسباب تار به من یاد دادن. و وقتی که دیدن که من این سرود از خود کردم، بعد یک روز گفتن که شما باید به دانشکده هنرهای زیبا رفته داخل شود به شعبه عنعنوی آوازخوانی ششمقام خوانی. حتما باید شما ششمقام سرا شوید گفتن استاد. همین طریق سال 1994 مکتب رقم 5 ناحیه را ختم کرد و حجت‌هایش را به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده سپارید. دلشاد گلو با صدای دلنوازش توانست دقت استادانش را به خود جلب نماید و از آنها نازکی‌های ششمقام را آموزد و در این راه ممتاز گردد. در چمن بهری تماشا ای گلی رعنا بیا. 5 سالی دانشجویی در از اختصاص به من درس گفتن. حاجی مظفر محیدینوف 2 نفر ما را گوش کردند و بعد گفتن میشه نقص بچه نقص خونده. گفتن با همین 3 سرود بعد اکنون نقصتر تیار کنید برای امتحان. و بعد امتحان روز امتحان انیق شد، آمدیم امتحان سپردیم با بهای اعلا. و حتی 5 سال در دانشکده هنرهای زیبا از سال 94 سال تا سال 99 موزیکی های ششمقام از استادم مظفر محیدین و الماس عبداللهیف آموختم و با توصیه خودی همین 2 نفر استاد مرا به انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلالدین شهابی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به کار گرفتم با توصیه همین 2 نفر. راستیت دلشاد گلوف ما در یک ناحیه آمدیم کلان شدیم. ما از خودی من این دلشاد گلوف میدانم میشناسم. با یک جا در مرکه اشتراک میکردیم، در چهاربینی‌های نایوی اشتراک میکردیم. در اون آزمونایی که میشد یک جای با هم با مصلحت یکدیگر اشتراک میکردیم، فعالیت کاری پیش میبردیم. راست که دلشاد جان در دوام این فعالیت کاری و در فعالیت ایجادی خود به اون درجه رفتن که به اون به مقام ششمقام، ژانر ششمقام مهر و محبتی سخت بستم. سال 98 بود، همین در ناحیه شهری نو همین خیلی آزمون ستاره های شهری نو همین خیلی تشکیل شد. دلشاد جان برآمد کرد و غالبی همین آزمون گشت و امروز هم خیلی میبینید اینقدر مخلصان زیاد. ما البته افتخار میکنیم از اون که این ژانر یک مرکب و عالی همین صنعتی ششمقام انتخاب کرد و امروز مخلصان زیاد هم صاحب شد. با پایتخت رفتم و در اونجا فعالیت کاری خود را دوام دادم. من تا حال دلشاد گلوف در جمهوری در مقام در ششمقام من کار میکنم، فعالیت میکنم، برآمد میکنم. ما فخر میکنیم از این انسان که برای که من خودی منم مقام به حد دوست میدارم، اعتراف میکنم. بسیارتر من همین کلاسیک و مقام گوش میکنم. دلشاد گلوف هنرمندی با استعداد است. در ژانر ششمقام که بسیار ژانر مشکل است، این دردانه ها است، این ستون صنعت تاجیک است و تمامی اثرهایی که در ششمقام سراییده می شود همش از جهت بدیعیت غزل‌های معنی بلند دارند. سراییدنشون هم اوج‌ها، نیم اوج‌هایشون هم خوب ضرب‌هایشون و برای همین است که ششمقام را یعنی که میراثی صنعت نیاگان ما مینامند.
پس از ختم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان کارو از انسامبل دولتی 6 مقامی به نام فضلالدین شهابوفی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز بخشید و در این راه پخته و سفته گردید. امروز در برابر به 6 مقام سرایی مشغول گردیدن، باز به شاگردان در مکتب اینترنت میانه مخصوص موسیقی جمهوریوی به نام میراتلا عطایف درس میگوید. چی لطف است این که من قربان دست و خنجرت گردم. درس انسامبل درس میدیم در اونجا، فقط ژانری همین عنعنوی مقام سرایی درس میگویم. در اونجا باز درس‌هایی هست که در ژانر خلقی، فلک در اونجا هست. ما در ژانر مقام درس میگویم، یعنی که از همون شاگرد از خوردی علاقه با همین چیز بزرگ میشه، کلان میشه. من باوری دارم از این هم با رشد میکنه 6 مقام در تاجیکستان و این صنعتی اصیلی که تا امروز به ما میراث گذاشتن استادا باز کمال مییابد، رشد میکنه. من فکر میکنم که تا به امروز هر آن چیزی که دارم و کار و فعالیتی که کرده استادم همش از روی تعلیم و تربیه استاد بودم. استاد یک شخصیتی به همتا بودم. من رو در طول 5 سال در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان درس گفتند به من از درس 6 مقام آموختند. البته که میگویم که قدر استاد از پدر بیش است و تا امروز من قدر میکنم، گفتهای استاد رو فراموش نکردم. دلشاد گلوف با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهری نو و شعبه فرهنگ نقشه دارد که در ناحیه انسامبل 6 مقام را تأسیس دهد و جوانان با لیاقت را در این سمت جلب نماید. با استادا مصلحت کردیم، استادایی که در اینجا کار فعالیت میکنند با نماینده های فرهنگ ناحیه که یک انسامبلی 6 مقام تشکیل کنیم برای آنکه طبق دستور و سپارش های پیوسته جناب عالی پیشوای ملت در تمام ناحیه ها علاقه این اجرا شدگی هم ناحیه ها هست. ما هم کوشش میکنیم که در ناحیه شهرنو یک انسامبلی 6 مقام تشکیل کنیم. استعدادها بسیار در شهرنو، چی مطربا چی آوازخوانه ها به نهایت بسیار. برای همین من باوری کامل دارم که ما عذاب نمیکشیم. اگر تشکیل شود همین انسامبل بسیار بهترین انسامبل باید شود در ناحیه. صدای فوران دارد دلشاد جان. ببینید که امروز در چندین آزمون ها و در چندین چاره‌بینی های عموما عمومی جمهوریوی و ناحیوی یک توانست که قدم به پیش مانده و در سطح بلندی فرهنگی نایل گشت. علاقه او توانست است که شاگردای خود را پیدا کند و با باوری کامل میگویم که دلشاد جان انشاءالله من باز همکاری با ما دارد و من باز به نزد ما با شعبه فرهنگ ناحیه به کار میآید. همکاری ما قطعی دلشاد جان خوب است و در کدام چاره‌بینی نباشد. همین سال خودش من بود آمده بودم، نوروز برآمد کردن، جشن استقلالیت 30 سالگی استقلالیت بود آمدم. کنسرت خودشون در باغ مرکزی به نام ناصر جان معصومی بود، یک جای بودیم ما کنسرت گذراندم. سروینه خوجانبرده و 24 می سال 1984 در شهر پنجکنت ولایت سوغد به دنیا آمده است. او ابراز می دارد. پدرم به نهایت صنعت را دوست می داشت و همیشه کوشش می کرد که آهنگ و ترانه های بای محمد نیازوف، برنا اسحاق و فضلالدین شهابوف و دیگر صنعتکاران تاجیک صدا دهند. همین طریق ما به صنعت 6 مقام سرایی دل بستیم و این راه را انتخاب نمودیم. هر زمان گویم که از مهری او بیرون کنم. در اوله ما شادروان پدرم خیلی شوق سرودخوانی داشتم. آن کس با
اسباب‌های موسیقی در خانه ما بودند. دایره داشتند، نی داشتند، رباب داشتند و وقت‌های خالی خودشان چون دهقان بودند در صحرا کار می‌کردند و پس از کاری صحرا خستگی خودشان را با همان سرود موسیقی می‌برآوردند و در خانه پیوسته آنکه سرود زمزمه می‌کردند و شاید همین میراث پدرم بود که به من گذشت و همین جاده را من انتخاب کردم. خوجانبردی و سروینا ختم کرده کنسرواتوری ملی به نام طلبخوجا ستارف میباشند. طی 5 سال دانشجوییشان هم در از استادی بهترین استادی ما مظفر محیدینov سبق آموختند. موسیقی شش مقام یاد گرفتند. عین حال در انسامبل شش مقامی فیلارمونیای شهر حصار به نام تاج‌الدین محیدینov کار فعالیت کرده ایستادند. مهر سرودخوانی و صنعتکاری از آوانی خیلی خوردی در دل من جا گرفته بود و استاد اولین خودم رو در این جاده آموزگار فن سرود و موسیقی مکتب میانه که آنجا تحصیل کردم استاد قادیروف روزیبای رو میدانم و پس از ختم مکتب میانه وقتی که به کنسرواتوری ملی من داخل شدم در آنجا به من 5 سال استادی خیلی بزرگ استادانی خیلی برجسته صنعت تاجیک حاجی مظفر محیدینov و شادروان الماس عبداللهیف نازکی های این صنعت اصیل رو به من آموختند. در حسابی ستاره های فضا سروینا خوجانبردی و سال 2002 به کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف داخل می‌گردد تا از استادان مهارت شش مقام سرایی را آموزد و به خلق و ملتش خدمت کند. همین طریق در این سمت مقام و منزلتش را دریافت و کار را از انسامبل شش مقام شهر حصار آغاز نمود. وقتی که ما به کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان قبول شدیم دلشاد گلوف طول 5 سال به ما درس گفتند چون من شاگرد استاد مظفر محیدینov بودم لیکن بسیار چیزها را من از دلشاد آموختم. در وقتهای خالیگی همان باز به نزد استاد می در آمدیم سرودها یاد آموختیم و به من نیز حق استادی دارم و بسیار چیزها را من از آن کس آموختم چون پس از اویله دار شدنمان و تا حال من سرودهایی رو که نمیدونم مثلا میخواهم که آموزم و من دلشاد میآموزم و حق استادی هم دارم. خوب است که شش مقام در کشورمان مقام دولتی را به خود کسب کرده است و با این صنعت اصیل و موسیقی کلاسیکی تاجیک ارج گذاشته می شود. چون با آن قامت رنا ندهندی کمر دلشاد گلوف که خودش شش مقام سرا بود باز هم برای پیشروی کار خواست با نفر عائله بنیاد کند که او واقعاً زندگی یک مرد صنعتکار را درک کرده می تواند و آسودگی را در خاندان نگه می دارد. سرنوشت قسمت دلشاد گلوف را با سروینا خوجانبردی و همسفر زندگی ساخت و امروز آنها همبال یکدیگرند و صاحب 2 دختر و 2 پسر گشته‌اند. شاید سوال پیش آمده که در پیراهای 2 صنعتکار کی گام گذاشته و استوارانه قدم میزند؟ میتوان پاسخ داد 2 گلدختر خوش صدا و خوش سیما که هر دو هم در ژانر شش مقام سرود میخوانند و رازهای مقام را به گوش قلبها میرسانند. در حسابی ستاره های فضا در حسابی ستاره های فضا
فرزندان من در خونشان صنعت هست و من هیچ وقت مانعه این چیز شده نمیتوانم. شاید حاضر خیلی شوق زیاد دارند، سرود میخوانند، زمزمه میکنند همراه پدرشان، همراه من. شاید در آینده کلان شوند، ممکن دیگر ساحه را انتخاب کنند، لیکن عین حال چون من میبینم که خیلی شوق زیاد دارند، نمیخواهم مانعه شوق و هوس آنها شوم. پسرچه کلانی هم مهرزاد ذوق دارد، خیلی شوق دارد. خیلی پسری خردی هم حالا خرد است. خیلی با مرور زمان خودشان چی ساحه رو که انتخاب کنند. من از پدر خود خیلی افتخار میکنم، چون که پدرم بسیار شخصی مهربان میباشند، شخصی مهنت دوست میباشند، صنعت خود را خیلی دوست میدارند و با ما هم همیشه مهربان هستند. پدرم بسیارتر به ما شش مقام را یاد میدهند و ما میآموزیم. همیشه با سرودهای شش مقام مشق میکنیم در خانه. من شش مقام را خیلی بسیار دوست میدارم، چون که سرودهای شش مقام به من خیلی پسند میباشند. چون پدرم نیز در همین جاده کار میکنند، ما نیز میخواهیم که به مثل پدرم باشیم، همیشه از پی صنعت باشیم و سرودهای شش مقام را نیز آموزیم. فرزندان من الکی از چی باشد، اونها یا پدر صنعتکار، مادر همین ذهنی بسیار تیز دارند. یعنی بعضی سرودهایی هست که خودشان می آموزند، یاد میگیرند، یا از یگان سبک یا از تلویزیون یگان سراننده میخونند، اونها الکی از خود میکنند و با ما آماده پیش نزد ما میخونند همه سروده که همینجا یگان خطاگی یگان وای نیست، گفته خودشان می آموزند. و در خانه هم بسیار مشق تمرین ها میکنیم، در خانه بسیار همراه آنها کار میکنیم. یک سرود پدرم میخونند که این نامش قشقرچه مستهزادی نوا میباشد که این سرود به من خیلی پسند است و من میخواهم از این سرود به شما 4 مصرع سرایم. نوبهار آمد گلیستان، از پینش او نماست. نوبهار آمد گلیستان، از پینش او نماست. غنچه خسبانی چمن را، غنچه گل متکاست. غنچه خسبانی چمن را، غنچه گل متکاست. مهرانا و مریم میراث پدر و مادر خود را انتخاب کرده از آنها نازکی‌های شش مقام سرایی را آموختند و حتی در آزمون و چاره‌بینی‌های جمهوریوی شرکت ورزیده از جانب اهل تالار احسن و آفرین شنیده‌اند. من از خورده به سرودخوانی ذوق داشتم. حاضر هم به شش مقام، سرودهای شش مقام رو سراییدن خیلی شوق رغبت دارم، بسیار دوست می‌دارم. از خورده به همین ژانر شش مقام ذوق داشتم و ما فقط با پدر و مادرمون در خانه مشق تمرین میکنیم و من بسیار در مکتب هم سرودهای شش مقام رو سراییده میتوانم، مثلا در آزمون‌ها سراییده میتونم. اگر همیشه از پی مشق و مشغولیت باشم با پدرم، میخوام که در آینده شش مقام سرا باشم. در مکتبمون هر گونه آزمون ها می شود و هر گونه چاره‌بینی ها می شود. ما را نیز دعوت میکنند سرود خوانید. گفته ما در آنجا سرودهای وطن، تاجیکستان بسیار سرودها را زمزمه میکنیم و البته این سرودها را نیز از پدرم آموخته‌ایم. در ناحیه شهر نو اصلا آنها را با نام انسامبل اویلوی میشناسند و اعتراف میکنند. هنگامی که در ناحیه و یا جمهوری آزمون و فستیوال ها برگزار میگردید، حتما آنها خود را نامنویس میکردند و همچون انسامبل اویلوی شرکت میورزیدند. از جمله در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی
عزیز من. آنها در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من انسامبل اویلوی آنها سال گذشته به گرفتن مکافات سزاوار گشتند و جایزه سوم را سزاوار گشتند. خب ما خرسندیم که جوانان به 6 مقام رو میآورند. وقتی که ما در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردیم، پدرم سرودهایشان را به مادرم می‌آموزاندند و وقتی که آن کس به کار می‌رفتند ما با مادرم کار می‌کردیم. مادرم با ما سرودهای 6 مقام را می‌آموزاندند و وقتی که پدرم از کار می‌آمدند باز با پدرم مشغولیت می‌کردیم، سرودها را یاد می‌گرفتیم و خوشبختانه با یاری اینقدر مشقت‌های پدرم ما در این آزمون سزاوار جای سوم گشتیم و خیلی از این خرسند باشیم. در برم آید ببینم. خدمت‌های شایسته دلشاد گلوف برابست نرفته است. از جانب کمیته تلویزیون و رادیو، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بارها با افتخارنامه و دیپلم سرفراز گردیده است. امروز در محیط اویلوی این صنعتکار اصیل سرود و موسیقی های دلانگیز صدا می دهد و به این میراث شهامت و جلوه تازه می بخشد. ما گروه ایجادی در کار و روزگار و نیت و نقشه های نجیب صنعتکاران حرفه‌ای و هوسکاران جوان این اویله برای را تمنا می کنیم.